من فرانگیس امراخان ساکن ناحیه شهرتوز میباشم. در حقیقت این در طول 3 شبانه روزی که در تمام سایت های اجتماعی در تمام شبکه های جمهوری تاجیکستان فیلم مستند خیانت و مورد تماشای ما گذاشته شد. در برابر تماشای فیلم ما کلا دقیقاً آن نفرانی که باعث جنگ شهروندی سال 1991-92 گشتند شناختیم، باعث مرگ پدران و برادران و خواهران و مادران بسرابان مانده خود را دانستیم و این باعث خوشحالی است که در کدام سن و سال در کدام وقت و در کدام حالتی که نباشید دشمن اصلی خود را شناختن این خود یک رسالت والای انسانیت می باشد و آن همه کشته ها و آن همه نفران و فرزندان بی پدر مانده، آن همه زنان بی شوهر مانده، این واقعا یک چیستان بود برای نسل جوان امروزه که ما در طول همان سالهای جنگ ما شاید نه از تولد شده بودیم و امروز وقتی که بزرگ شدیم، وقتی که خود را شناختیم، همیشه سوالی به میان می اومد که این سببگار این همه فلاکت و فاجعه در چی بود، کی بود، مقصد چی بود. و امروز با شرافت همین فیلم ما دانستیم که آن 150,000 نفر قربانی جنگ شهروندی، 27 نفر ساکنانی که از وطن به وطن شدن، گریزه شدن به دولت خارجی در همان زمان و امروز جنگ زده کی بود و آن فرزندانی که با ما نقل میکردن که از دستمون به دریا افتید و ماهی خورد. واقعا که وقتی که دل کس را ریش میکرد ما سببگار آن را شناختیم و فهمیدیم که دشمن اشدی دولت و ملت دشمنی اشدی ما کی است. و امروز میبینیم در سایت های اجتماعی که با دستگیری خواجگان خارجی خود جور میزنند و جوانان را به خود به قولی که میخواهند جلب نمایند و تاجیکستان را همچون یک دولت از جهت حقوقی و سیاسی